با سلام، با قسمت پنجم از سری دوم آموزش خط و زبان فارسی در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید در جلسات قبل بعضی حرف‌ها رو کار کردیم، بعضی جمله‌ها رو نوشتیم و یک تطابق بین حروف لاتین و فارسی انجام دادیم. در این جلسه چند تا حرف رو به شما معرفی می‌کنم که قبلا فارسی اونها رو کار کردیم، حالا با لاتین اونها رو تطبیق میدیم. حرف او، حرف ک، حرف ت که میدونید باز من میتونم این دو نقطه رو این شکلی کنم ت و حرف ز. اگر روی حرف ر یک نقطه بذاریم میشه ز، ر ز، هیچ فرقی ندارد، فقط روی حرف ر یک ز میذاریم. حالا من چند تا واژه اینجا نوشتم براتون میخونم، شما میتونید از اینجا ویدیو رو قطع کنید و تمرین کنید که آیا میتونید این واژه ها رو به فارسی بنویسید یا نه. واژه اول کودک، کار، کاشت، تاکسی، زمستان، زیاد، دوست، روز. تمرین کنید، خیلی خیلی ساده است. من فارسی اونها رو برای شما می نویسم. کودک، کی کوچیک، کی بزرگ. کار، کار. گاهی وقتا ما تو فارسی که رو اینجوری می نویسیم، یعنی اینجوری هم در واقع که هست. کار. کاشت، که این میتونه اینجوری باشه و این اینجوری. کاشت. تاکسی، حرف ا، تاکسی. زمستان، زمستان، زمه که باز اینها رو نداریم. زیاد، زیاد که باز اینجا این همون دو نقطه هست که میتونیم به هم وصلش کنیم. دوست، دوست، دوست. روز، روز. تمرین کنید و سعی کنید با این حروف جمله و کلمه جدید بنویسید. در قسمت بعد با اینها جمله میسازیم. خسته نباشید.